خوش اومدید به قسمت اول کلاس شما. بسام بریم کلاس شما رو بشنویم. لیتس گو. یه تو مپ پاندر بیشتر از 5 تا کیل بگیری بچه‌ها ویدیو لایک میکنن. اگر بیشتر از 10 تا کیل بگیری بچه‌ها این ویدیو رو ساب میکنن. حالا آقا بریم چالش های نمادا انجام میدیم. بچه‌ها این اولین کیل که خیلی ایزی زدم. اینم دومین کیل که خیلی ایزی بچه‌ها. این سومین کیل خیلی اذیتم کرد. متأسفانه چون استرایکر داشت و من رفتم توی ریلودم مردم، ولی جبران میکنم. فقط یه HS لجند برسه به من که مرسی همینه. و فلورانس هم که یادش بزنم که همینه. بنازم به خودم. اینم 2 تا کیل دیگه، 4 تا فعلا تو زدم. HS لجند رو برداشتم جر میخوام بدم. آها این پنجمی، اینم ششمی. به 4 تا کلا مونده بچه‌ها. حتما تو 5 رد شدیم. حتما این ویدیو رو لایک کن. اوه تو چه شرایطی گیرم دارم. کمک چه شرایط رو میبینی؟ انمیا سر کلم دارم میریزم پایین. اوکی باشه این هنوز گناه هست. با کریم چرت و پرت. وای دزدی زنش حساب نشد کیلام. آره اینو دارم کریم لجند داشت. مرسی بنازم. 7مین کیل 8مین کیل با کریم میخوام